گرفتار میشه و 10 گل برتر لیگ فوتبال ایران در سال 1395 به انتخاب مدال. دروازه گل برای تیم پرسپولیس، یک گل زود هنگام برای تصویر آهسته رو ببینیم. فرار طارمی پشت خط دفاعی تیم تراکتورسازی عالی دریبل میزنه اخباری رو و با این ضربه دقیق دروازه رو باز میکنه. از یه زاویه دیگه هم مرور میکنیم، دریبل فوق‌العاده ای زد دروازه‌بان رو و با ظرافت خاصی توپ رو بغل پای راستش وارد دروازه میکنه و تیم پرسپولیس رو در همین مسابقه 1-0 پیش میندازه. خلال کاوه رضایی پشت توپ هست، خود کاوه ضربش رو میزنه و توی دروازه ضربه. ببینید از روی دیوار دفاعی چقدر فاصله داشت. جهانبخش فوق‌العاده کار میکنه، میتونه ضربه بزنه و توی دروازه گل. چه حرکت زیبایی. ببینیم در تصویر سه بازیکن مقابل یه ضربه خوب تو چارچوب رو میزنه. حالا توپ رو کوتاه کار شده مستقیم و توی دروازه. یه گل استثنایی و تماشایی از سروش رفیعی عالی بود. یک بار دیگه ببینیم کار تمرین شده ای که قشنگ رو پاش نشست. ضربه ای که زیر طاق نفت تهران فرود اومد و حساب کار رو 1-0 کرد. پهلوان از همونجا میخواد شوت بزنه، پهلوان و گل. دیرانوند رو احساس میکنه برانکو. این ضربه دیدنی بود. البته اینجا که بنده خدا مقصر نبود، رادوشوویچ این توپو چیکار میتونست بکنه. خوشنود فولاد که لحظه ملاحظه فرمودید یه پاس برای مسعود حسن‌زاده، یه برخورد توپ رو با یه مهدی ترابی میتونه توپ خطرناک باشه، فرصت برای سایپا و توی دروازه چه زمان یه فرار خوبه ترابی. خود نعمتی میاره وسط، ضربه نعمتی و توی دروازه. یه گل استثنایی برای پیکان. فوق‌العاده بود این ضربه و رحمتی کاری نتونست انجام. رحمتی هم هر چقدر تلاش کرد به این توپ نرسید. نگاه کنید رفت به اون گوشه دروازه و گل زیبای استقلال رو پیکانی ها با یه گل زیبا به وسیله سیامک نعمتی جواب میدن. دو گل فوق‌العاده تماشایی. ضربه رو به توپ خواهد زد. این کار رو انجام میده میلاد فراهانی. پشت محوطه جریمه پدیده، یک ضربه از راه دور، گل. دایی دوباره با هم میبینیم که چگونه ضربه رو زد و گل دوم نفت شکل گرفت. دور میکنن باز هم این بار توسط نژاد مهدی. ضد حمله باز هم رجب زاده، این بار پشت سر حسن هوری انجام بده. نگاه کنید همون جایی که خدمتتون عرض کردم، اشتباه خط دفاعی صنعت نفت به گمان آفساید 2 باره دارن میستن. حسن هوری هم که اومد